چرا بعضیا بعد از جنگ، تصادف یا اتفاقای تلخ دیگه فکر میکنن تو اون لحظه دردناک گیر کردن و موندن؟ جوابش تو ساختار مغزه و اصطلاحش اختلال اضطراب پس از سانحه. آمیگدالا بخش هشدار و استرس مغزه. بعد از PTSD این بخش از مغز بیش از حد فعال میشه و اون فعالیتش از حالت نرمال خارج میشه. بنابراین شخص تو موقعیت‌های امن هم احساس خطر میکنه. هیپوکامپ مرکز حافظه روایی و مکانیابی مغز که بعد از تروما حجمش کوچیک‌تر میشه. وقتی که هیپوکامپ درست کار نکنه نمیتونه خاطرات رو به درستی زمان بندی کنه. بنابراین اون تروما در لحظه حس میشه به جای اینکه به عنوان یک خاطره گذشته در نظر بگیرتش. بنابراین شخص میگه که من احساس میکنم همونجام، همون لحظه هستم. پریفرونتال کورتکس بخشی که آمیگدالا رو کنترل میکنه و منطق رو فعال نگه میداره. در PTSD عملکردش ضعیف میشه و به راحتی میترسه. بنابراین مغز دیگه نمیتونه مثل قبل تصمیمات منطقی بگیره و یا خودش رو آروم بکنه. اما خبر خوب این که مغز ما پلاستیسیته است و منعطف و میتونه خودش رو بازسازی بکنه. راهکاراش چیا میتونن باشن؟ مدیتیشن و تمرین ذهن آگاهی، ورزش‌های هوازی که منظم انجام بگیره و روان درمانی‌هایی که مبتنی بر تراما هستن.